قرائت شاه اثر علامه باباجان غفورов تاجیکان، تاریخ قدیمترین قدیم، عصر میانه و دوره نو. گفتاری 92. اثر تاجیکان شعله‌ای بود که به صحیفه‌های تاریک و فراموش گشته تاریخ ملت تاجیک روشنی انداخته، پدیده‌های خودشناسی و افتخار ملی را تکمیل داد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. تاجیکان در آخرهای عصر میانه. چنان که در بالا آورده شد، هنوز در زمان سامانیان در ناحیه‌های مقیمی آسیای میانه بسیار قوم‌های ترک زبان زندگی می‌کردند. سرچشمه‌ها در فرغانه، خوارزم، چاچ و دیگر ناحیه‌های مقیمی زراعتی سکونت داشتن مقدار زیادی اهالی ترک زبان را قید کردند. به هر حال در دوره سامانیان اکثریت اهالی شهرها و ناحیه‌های مقیمی زراعتی آسیای میانه را تاجیکان تشکیل می‌دادند. ولی این حالت در عهد حکمرانی قره‌خانیان تغییر یافته، در نتیجه بیش از پیش به حیات مقیمی گذشتن بادیه نشینان ترک زبان و ترک کنانی اهالی محلی تاجیک در آسیای میانه از جهت اتنیکی برتری پیدا کردن خلقهای ترک زبان سر می شود. در بین طبقه های حکمران با هم نزدیک شوی اعیان طایفوی ترک و اشراف فیادالی قدیمه به عمل آمده، آنها یک جایه استثمار عامه مهنتکش را وسعت می دهند. در عین زمان در زینه های پایین مهنتکشان تاجیک و عنصرهای مهنتکش خلقهای ترک زبان با هم انس گرفته در مبارزه یک جایه به مقابل ظلم و استثمار صنفی حاکم رشته های دوستی آنها خصوصا ازبیکان و تاجیکان محکم می گردد. در تمام شورش های خلقی عصرهای بعدینه در مبارزه قهرمانانه ضد اصطلاحگران اجنبی پهلوی هم استادن نیاگان همه خلقهای آسیای میانه از جمله دو خلق همسایه تاجیکان و ازبیکان را می توان دید. ما سهمی مخصوصی به گنجینه مدنیت گذاشته هر یکی این خلقها را آموخته، در عین زمان رابطه متقابل و تأثیر بین همدیگری آنها را خاطر نشان می نماییم. در عقیده ما چنین نکته‌ای که ازبیک ها در قطار تاجیکان و دیگر خلقهای آسیای میانه وارثی تمام تاریخ و مدنیت آسیای میانه می باشند تأکید یافته، همچنین رول طایفه و قومهای قدیمه ایرانی زبان در تشکل خلق ازبیک نشان داده شده. به ضمن این زمانی صورت گرفتن این واقعه عصر 11 معین گردیده بود. این عقیده در مقدمه مؤلف یکوبوفسکی نشر اولی تاریخ خلقهای ازبیکستان سال 1950 به نظر گرفته شده. در آخرین نشر تاریخ ریسپوبلیکای ازبیکستان سال 1967 افاده واضح و روشن خود را یافته بود. موافق این عقیده خلق ازبیک اشتراک کننده برابر حقوقی نه فقط واقعه های 400 سال آخری آسیای میانه، بلکه دوره بی نهایت طولانی تاریخ این سرزمین می باشد. تحقیقات من بعده برای ما امکانی صریح و روشن‌تر نمودن بعضی نکته های این عقیده را فراهم ساخت. قضیه آخرین از این عبارت است که زبان را در معین کردن حدود تاریخ اتنیکی خلقها همچون نشانه یگانه دانستن نشاید. در مرحله حاضره ترقیات علم تاریخ این قضیه را مختصراً به طریق ذیل می توان بیان کرد. در بالا راجع به دوره‌های اولی تأثیر متقابل اهالی ایرانی و ترک سخن رفته بود. به آسیای میانه نفوذ کردن کلام ترکی با کوشش عظیم قبیله های صحرانشین
آسیای مرکزی و شمال شرقی که تقریباً در حدود عهد نو شروع گردیده مدتی چندین عصر گاه سوس شده و گاه دوباره با قوتی تازه دوام کرده است علاقمند می باشد. یک قسم این قبیله ها از جمله طایفه های ترک زبان در جریان کوچیش و تخت و تازهایشان در سرزمین آسیای میانه مسکن گرفته اقامت دائمی اختیار نمودند. علال خصوص از نیمه دوم عصر 6 میلادی وقتی که دسته های خاقان ترک پس از شکست هیتاریان در ماوراءالنهر حاکمیت را به دست گرفتند، تعداد اهالی ترک زبان آسیای میانه افزایش می یابد. از همین وقت سر کرده طایفه های ترک زبان در سیر تشکل و ترقی قوم ها و زبان های آسیای میانه خصوصا در ولایت های شمالی و شمال شرقی آن راری به نظر نمایان می بازند. برنشتم آغاز این پروسس را در ملک فرغانه به عصر 7 میلادی نسبت می دهد. دویدوویچ و لیتوینسکی چنین می شمارند که این پروسس در این محل اندکی بر وقت عصرهای 6-7 به وقوع پیوسته است. درباره موجودیت اهالی ترک زبان در ختلان زمین خای چاو معلومات می دهد که آن به سالهای 726-727 تعلق دارد. در ولایت‌های شرقی آسیای میانه خصوصا در هفترود و در ترکستان شرقی که از دوره‌های قدیم قصبه‌های سیرشمار سغدیان واقع گردیده بودند، تدریجاً جای کلام سغدی را کلام ترکی اشغال می نماید. آمدن اهالی ترک زبان در عصرهای 10-12 باز هم زیادتر می شود. ترک ها در دستگاه اداره دولتی سامانیان، در قوه های حربی و غیره موقع های مهم را اشغال می کنند. سلاله های ترک به مثل غزنویان به وجود می آیند. در آخر عصر 10 ابتدای عصر 11 موج پرشماری به آسیای میانه فرو ریختن و جایگیر شدن طایفه های مختلفی ترک نژاد، ترکان سلجوقی، ترکمنها، غوزها و ایلکخانی ها مشاهده می شود. قوم آخرین یعنی ایلکخانی ها سامانیان را تارمار نموده دولت بزرگی را که ماوراءالنهر، هفترود و ترکستان شرقی را فرا می گرفت برپا کردند. این دولت که در تألیفات مورخان با نام دولت قرخانیان یاد می شود در تاریخ آسیای میانه رالی مهم بازی. به هیئت دولت قرخانیان قبیله های اویغور، قرلوق، چیگیل، یغما، ارغو، ترکیش و غیره داخل می شدند که در بین آنها قرلوق ها و اویغورها موقعی اساسی داشتند. بی سبب نیست که زبان اهالی ترکی دولت قرخانیان را زبان شناسان به قرلوقی و اویغوری نسبت می دهند. این زبان یک قطار خصوصیت های فونتیکی، مورفولوژی و لکسیکی و گراماتیکی را داراست که در قطدغو بلیکی یوسفی بلساغونی در بعضی قسمت های دیوان لغت الترکی محمود قاشقری و غیره به نظر می رسد. طایفه های ترک زبان عهد قرخانی چی با سغدیان محلی و دیگر قوم هایی که همانا به زبان های شرق ایرانی گفتگو می کردند و چی با اهالی تاجیک زبان متقابلا مناسبتی خیلی نزدیک داشتند. مثلا در زمان زندگی محمود قاشقری عصر 11 ساکنان شهرهای هفترود از جمله بلساغون طرز لباس پوشی و عرف و عادت ترکان را قبول کردند. آنها هم به سغدی و هم به ترکی حرف می زدند و هیچ کسی نبود که فقط به سغدی گپ زند. اهالی تراز و اسفجاب نیز چنینند. از این معلوم می شود که در نیمه دوم عصر 11 سغدیان هفترود دو زبانه بودند و تدریجاً با قوم‌های ترک آمیزش یافته رفتند. نمونه چنین حالت را در روزهای ما نیز میتوان مشاهده کرد. در جنوب ازبکستان با نام هردوری گروهی خردی اتنیکی هست که اصلا تاجیک بوده
تا حال به زبان تاجیکی گفتگو می کند. البته در شیوه آن کلمه های ازبکی خیلی زیاد است. طرز زندگی، خواجگیداری و بسیار عادت های این گروه با طایفه های همسایه ازبک شباهت دارد. مثال دیگر با خوارزم علاقمند است. در عصر 12 در آنجا دو قوم اساسی، تاجیکان، در آن وقت زبان تاجیکی به اندازه زیاد زبان خوارزمی را تنگ کرده برآورده بود، و ترکان میزیستند. در وثیقه های تیکیش خوارزمشاه 1172-1200 حاکمان شهرهای سرحدی سیردریا فقط همین دو قوم را نام بردند. موافق شهادت عالم بزرگ آسیای میانه بیرونی که اصلا از خوارزم است، برایش زبان ذاتی خوارزمی بود. چنان که معلوم است در تالیفات عصرهای 12-13 نیز کلمه و عباره ها، حتی مکالمه های تمام خوارزمی دچار می آیند. در عین زمان این تالیفات کلمه و اقتباس های ترکی هم دارند که از این در خوارزم عصر 13 به مقدار معین احتمال خیلی زیاد موجود بودن اهالی ترک زبان عیان می گردد. مدرک های آثار مؤلفان آن زمان نیز این ادعا را تصدیق می کنند. چنانچه پلانو کرپینی که سالهای 40 عصر 13 در خوارزم بوده است، درباره با کومانی، یعنی با یکی از لهجه های زبان ترکی گفتگو کردن آدمان اینجا اطلاع می دهد. یقینا می توان تصور کرد که در این وقت اکثریت اهالی خوارزم دو زبانه بوده، هم به خوارزمی هم به ترکی معاشرت داشتند و ضمناً سخن ترکی نسبت به خوارزمی بیشتر در استعمال بود. پس از عصرهای 13-14 ما دیگر از موجودیت زبان خوارزمی هیچ یک مدرکی در دست نداریم. ممکن است از آن وقت دیری نگذشته این زبان با تأثیر لهجه های ترکی تماماً از بین رفته، اهالی در سابق ایرانی زبان خوارزم کاملاً ترک زبان گردیده باشد. شیوه های ترکی، ازبکی و ترکمنی که در زمینه زبان خوارزمی انکشاف می یافتند، یک مقدار کلمه های قدیمه خوارزمی را نیز در بر گرفته بودند. چنانچه اگنه کنالی کلان، او کنالی خورد و امثال اینها در شیوه ازبکی خوارزمی حاضره تا حال محفوظند. کلمه و اصطلاحات قدیمه ایرانی در نام محلهای این ناحیه خیلی فراوان به نظر می رسند، از قبیل هزار اسب. تدقیق منبع‌های خطی نشان می دهند که در عصرهای 11-12 نفوس ترک نژاد آسیای میانه خیلی افزوده، خصوصا در ولایت‌های شمال این سرزمین قسمت زیاد اهالی را تشکیل می نمود. در حیات مدنی آسیای میانه، حتی در مدنیت شهرنشینان، سهم و نفوذ ترک ها بیش از پیش نقش روشن پیدا می کند. زبان ترکی آن وقت که در بالا راجع به آن سخن رفت، یعنی قرلوقی و اویغوری، اساس زبانی بود که بعدی به قسمها جدا شوی در زمینه آن در آسیای میانه پس از دوره مغول زبان ازبکی قدیم رو به ترقی نهاد. این زبان از بسیار جهتها با پیشگذشته خود اساس زبان علاقه خیلی نزدیک داشت. در علم تاریخ نگاری سویتی عقیده‌ای هست که در تاریخ ریسپوبلیک ازبکستان مختصراً بیان یافته است. در عصرهای 11-12 تشکل خلقیت ازبک اساساً به انجام رسیده، من بعد به خود نام ازبک ها را می گیرد. در اینجا کلمه اساساً درست آورده شده است، زیرا تشکل خلق ازبک مثل خلق تاجیک مدتی دور و درازی را در بر می گیرد. تفریقه های طایفوی همانا به طور روشن ظاهر می گردید. ترکان نو آمده از اهالی مقیمی ترک زبان شده و هم از آن کوچنشینان ترک زبان که هنوز در زمان پیش از عرب ها به آسیای میانه آمده بودند تفاوت جدی داشتند. این دوره تشکل زبان ازبکی قدیم بود.
فتوحات مغول‌ها به خریطه اتنیکی آسیای میانه باز دگرگونی‌های کلان داخل نمود. کوچیده آمدن مقدار زیادی بادیه‌نشینان مغول در این امر عاملی خیلی مهم گردید. طایفه‌های مغولی منقیط، جلایر، برلاس و غیره پس از سکونت یافتن در آسیای میانه دیری نگذشته همه از جهت زبان ترک شدند. سبب اساسی تاجیک نشده محض ترک شدن طایفه‌های به این سرزمین آمده مغول در آن است که طرز زندگی هم مغول‌ها و هم ترک‌ها بادیه‌نشینی بود و از این رو طبیعی است که مغول‌ها و ترک‌ها با هم رابطه‌ای نزدیک داشتند. ولی از آن که این جریان خیلی زود و با سرعت به وقوع پیوست، به چنین خلاصه رسیدن ممکن است که این طایفه‌های مغول به محیط نهایت پرنفوذ ترک‌ها افتاده بودند. در عصرهای 14-16 زبان ازبکی قدیم از جمله شکل ادبی آن نیز موجودیت خود را نگاه داشته به درجه عالی تکامل می رسد. در این دوره یک قطار لهجه های ارضی به وجود می آیند، اما تفاوت های زبانی طایفه ها هنوز رالی مهم می بازیدند. در خطه فرغانه، در ماوراءالنهر و خوارزم نمایندگان 3 گروهی شیوه های اساسی قرلوقی و اویغوری و آغوزی و قیپچاقی در تناسب‌های گوناگون با هم در معاشرت بودند. زبان ترکی اهالی ماوراءالنهر که در برابر اقتباس فراوان کلمه‌های ایرانی بسیار عنصرهای ترکی شرقی و غربی را در خود فراهم آورده بود، همچون اساسی زبان ادبی خدمت نمود. در زبان ادبی کلمات ایرانی و عربی خیلی زیاد استعمال می شد. اکثر وقت 40-50% ترکیب لغوی را تشکیل می کرد. همچنین ترکیب هایی به زبان ترکی خاص نبوده مورد استفاده قرار می گرفت. بسیار شاعران به ترکی و فارسی شعر می گفتند، چنانچه لطفی و دیگر شاعران گذشته و معاصر نوایی. این چنین خودی اساسگزار ادبیات ازبکی او را هم اسرانش ذواللسانین نامیدند. در عصرهای 14-15 به طور عمومی ترک‌کنانی اهالی مقیمی شهر و دهات خصوصا خوارزم، هفترود، واحه تاشکند و فرغانه به عمل آمد. در سرچشمه ها این اهالی مقیمی اکثراً با نام سرتها وامی خورند و ضمناً چنان که از بابرنامه معلوم می شود این نام به ساکنان هم ترک زبان و هم تاجیک زبان این محل ها نسبت داشت و این خود از خود اشاره است بر آن که آن وقت در میان ترک زبانان و تاجیک زبانان تفریقه نظررس نبوده است. آنچه عاید به اصطلاح ازبک باشد، همه گونه کوشش هایی با حکمران آلتین ارده ازبک خان 1312-1340 وابسته نمودن این نام اساس ندارد. می توان فرض کرد که در سالهای 50 یا 60 عصر 14 تحت این نام اهالی ترک و مغولی دشت قیپچاق در نظر داشته می شد و پس از آن که اتحادیه قبیله های بادیه‌نشین با راهبری شیبانی خان در حدود عصرهای 15 و 16 به ماوراءالنهر و خراسان سر درآوردند، این نام به اهالی ترک زبان این ولایت ها نسبت یافت، یعنی خلق ازبک از همان وقت نام خود را پیدا نمود. البته کوچیده آمدن عامه نوی سیرشماری طایفه های ترک زبان که برای خلق نام هم آورد حادثه مهم بود، ولی وی لحظه اساسی و پرینسیپیالی تاریخ خلق ازبک به شمار نمی رود. گپ در سر آن است که ازبک های بادیه‌نشینی به ماوراءالنهر آمده اکثراً از خود همان قبیله هایی بودند که هنوز در زمانهای پیشین در آسیای میانه زندگانی می کردند. دانشمندان زبان ترکی مقرر کردند که الکی در عصرهای 14-15 ساخت گراماتیکی
و ذخیره اساسی لغوی زبان قوم ازبک تقریباً در همان شکلی که در روزهای ما ارزاندام می کند مقرر گردیده بود. حتی در ماوراء النهر سکونت یافتن طایفه های بادیه نشین ازبک نه خصوصیت های زبانی و نه تیپی اتنیکی خلقی وجود داشته ازبک را تغییر نداد. انکشاف من بعده اتنیکی خلق ازبک با چند راه جریان یافت. با تشکل وحدت و رابطه ارضی تدریجاً از بین رفتن خصوصیت پراکندگی جایگیر شوی و ساختمان اجتماعی به عمل آمد. باید گفت که این پروسس حتی در زمان نو هم به انجام نرسیده در بعضی ناحیه ها جدایی قبیلوی و قومی و طایفوی همانا دوام می کرد. اما در آن جایهایی که گذریش از حیات بادیه نشینی به حیات نیم بادیه نشینی و خصوصاً به طرز زندگی و خواجگیداری مقیمی به وقوع می آمد، این جریان سرعت بیشتری داشت. برابر این در مقیاس وسیع ترک‌کنانی اهالی محلی تاجیک زبان با شکل‌های مختلف دو زبانی از جزئی تا کلی و در عین زمان تاجیک کنانی گروه‌های جداگانه ازبکان دوام می‌کرد. همه این تمایلات مرکب، مختلف و ضد یکدیگر جمعاً به برطرف شدن تفاوت جزءهای ترکیبی و از جهت اتنیکی متمرکز گردیدن خلق ازبک آورده رساندند. در بالا بارها خاطر نشان گردید که خلق ازبک بر اساس اهالی مقیمی ایرانی زبان که چندین مرتبه به آن طایفه های ترک زبان پیوست شده و گروه های ترک شده با جزءهای ترکیبی نوی ترکی آمیزش یافته‌اند به وجود آمد. متاسفانه در علم حالا چنان اصول هایی که با کمک آنها مقرر کردن تناسب مقداری این و یا آن جزئی ترکیبی امکان پذیر گردد وجود ندارد. این معما را به وسیله تحلیل مدرک های آنتروپولوژی نیز حل کردن امری محال است. این را هم باید در نظر داشت که طایفه و قوم های ترک زبانی به آسیای میانه آمده می توانستند تا به این سرزمین کوچیدنشان آمیزش نژادی پیدا کنند. واقعا هم مدرک های آنتروپولوژی به هر حال در این خصوص برای ملاحظه تخمینی بعضی امکانات فراهم می آورند. در حقیقت در بین سه خلق ترک زبانی نسبتاً سیرنفوسی شمال آسیای میانه، ازبک ها، قزاق ها و قرقیز ها، دو خلق آخری از لحاظ شکل و شمایل مغول نژاد، قرقیز ها نظر به قزاق ها بیشتر مغول نژاد و ازبک ها یوروپایی نژادند. ازبک ها از جهت آنتروپولوژی به همان نژادی که تاجیکان تعلق دارند منسوب می باشند. تفاوت ظاهری در میان تاجیکان و ازبکان از این عبارت است که ازبکان بیشتر آمیزشی مغولی دارند. با وجود این چنان که آنتروپولوژ ها خاطر نشان می کنند، تیپ آنتروپولوژی ازبکان بر اساس تیپ نژادی قدیمه یوروپایی صورت محلی قرار گرفته، علامت های مغولی به آن فقط اضافه شده است و بس. گینزبورگ چنین است نقطه نظری اشانین یرخا گینزبورگ. تیپ نژادی طایفه های کوچنشین ازبک گاه نظر به ازبکان مقیمی بیشتر مغولی است. چنانچه برای اثبات این ادعا می توان لقای ها را مثال آورد. در عین زمان ازبکان قرلوق شمایل مغولی خود را تماما گم کرده با اهالی محلی ارلش شده رفتند و از تاجیکان یگان تفاوتی ندارند. همین طریقه از آمیزه ساختی قیافه مغولی تا شباهت نسبتاً کمتر که در این صورت میان ازبک و تاجیک فرقی نمی ماند، تحول سیمای نژادی ازبکان امروزه به نظر می رسد. برای قیاس همین را باید قید کرد که به استثنای تاجیکان پامیری که یگان آمیزه مغولی ندارند، در همه گروه های باقی مانده تاجیکان کم یا بیش این آمیزه
مشاهده می شود. بیشتر در تاجیکان فرغانه، ناحیه‌های جنوبی و جنوبی شرقی تاجیکستان و به درجه کمتر در تاجیکان بخارا، سمرقند و سرگه زرفشان. به این طریق چنان که مدرک‌های آنتروپولوژی نشان می‌دهند، قسم اساسی خلق ازبک از اهالی محلی یوروپایی صورت آسیای میانه که در نتیجه آمیزش یافتن با قوم‌های تیپ نژادی جنوبی سیبیری یک اندازه قیافه مغولی پیدا کرده بود فراهم آمده است. این را از نقطه نظری تاریخ نژادها توضیح داده باید خاطر نشان کرد که جزء اساسی ترکیب خلق ازبک اگر آن را به طور کلی گیریم اهالی اصلی آسیای میانه می باشد. ترکانی قسمت آن خیلی بر وقت در دوره‌های اول عصر میانه شروع گردیده بعدها با سرعت بیش از پیش ادامه یافت. ضمناً جریانی از جهت زبان ترکانی نظر به جریان بیولوژی مغولانی تیزتر و وسیع‌تر صورت می‌گرفت. به این جریانات گروه‌ها و طبقه‌های نو به نوی اهالی کشیده می‌شدند. در بین قوم و طایفه‌های به درجه گوناگون مغولی و ترکی شده در بابت همزیستی و عمل متقابل خیلی نزدیک با قوم‌های یوروپایی صورت ایران و تاجیک زبان تغییرات مرکب رخ می‌داد. عمل متقابل از لحاظ نژادی باعث با هم درآمیختن جریان‌های گوناگون رویه می‌گردید. حادثه‌های از منسوبیت ترکی برگشتن نیز به وقوع آمده منظره عمومی را باز هم مرکب‌تر می‌ساختند. چون این است مختصراً ملاحظه‌های ما دایر به تاریخ تشکل نژادها. تاریخ خوب با سندها تصدیق شده مدنیت آسیای میانه از جمله ادبیات عام این ملاحظه ها را کاملا ثابت می نماید و با تمام جزئیاتش شرح می دهد. ما در سر این مسئله به تفصیل توقف نخواهیم کرد، خصوصا که روابط ادبی تاجیک و ازبک از طرف ادبیات شناسان به طور عمیق تدقیق شده است. تمثال برجسته قرابت ادبیات‌های دو خلق برادر، حیات و ایجادیات دو فرزندی برازنده خلق‌های تاجیک و ازبک، عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی می باشد. متریال‌های اتنوگرافی نیز به غایت مهمند، زیرا آنها برای واضح و واقعی تصور کردن جریان مناسبت‌های بین تاجیکان و ازبکان کمک می‌رسانند. در این بابت اثرهای اتنوگراف کار می‌شود خیلی جالبند و مهمتر از همه این که تا چه اندازه نزدیک بودن مدنیت و طرز زندگی حاضره خلق‌های تاجیک و ازبک را نشان می‌دهند و این نزدیکی به درجه است که بعضاً حدودی بین آنها را حتی شرطاً باشد هم معین کردن ممکن نمی‌شود. همسایگی چندین عصره و ارتباط خیلی نزدیک، همچنین موجودیت بنیاد عمومی باعث به زبان ازبکی نفوذ یافتن کلمات تاجیکی و به زبان تاجیکی داخل شدن کلمات ازبکی گردیده است. زبانشناسان تأثیری متقابل چشمرسی را در ساخت گراماتیکی این زبانها نیز قید کردند. دو زبانی تاجیکی و ازبکی یک حادثه خیلی معمولی است. بعضی تفاوت‌های نژادی که ما در اینجا سخن راندیم هیچگاه اساس مقابل گذاری یک خلق با خلق دیگر نخواهد شد. در ترقیات تمدن عمومی انسانی همه مردمان آسیای میانه سهمی بزرگ گذاشتند. هم خلق‌های ایرانی زبان هم خلق‌های ترک زبان را اربابان برجسته علم و مدنیت هستند که آنها مایه افتخاری تمام خلق‌های آسیای میانه می باشند. شما گفتاری 92 رو از کتاب علامه باباجان غفورов تاجیکان شنیدید. عبدالرشید خوجم خلوف خواند. کارگردان شیرعلی نغزلی.